اول ماه می روز جهانی کارگر. در سال 1856 کارگران تصمیم گرفتند به عنوان سمبل 8 ساعت کار در روز در یک روز معین کار را تعطیل کنند، دور هم جمع شوند و به جشن و شادی بپردازند. کارگران روز 21 آوریل را به عنوان جشن 8 ساعت کار در روز تعیین کردند. در آغاز کارگران استرالیا این روز را فقط برای سال 1856 در نظر داشتند، اما این اولین جشن آنچنان تأثیر عمیقی بر روی توده‌های کارگر استرالیا داشت و آنچنان روحیه آنها را برای حرکات جدیدتر بالا برد که تصمیم گرفتند این روز را هر سال جشن بگیرند. به راستی هم چه چیز بیش از توقف کار با تصمیم خود کارگران می توانست روحیه و باور به نیروی خیش را این چنین در میان کارگران بالا ببرد؟ چه چیزی به این بردگان ابدی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می توانست بیش از مارش ارتش کارگران ارتش خیش جرأت و جسارت بخشد؟ بدین ترتیب ایده جشن کارگری به سرعت پذیرفته شد. از استرالیا آغاز گردید و به سایر کشورها گسترش پیدا کرد تا اینکه سرانجام همه کارگران دنیا را در بر گرفت. ابتدا کارگران آمریکا تجربه کارگران استرالیا را دنبال کردند و در سال 1886 تصمیم گرفتند که اول ماه مه روز توقف سراسری کار باشد. در این روز 200,000 کارگر کار را ترک کردند و بر خواست 8 ساعت کار تاکید نمودند. سپس برای چند سال پلیس و پیگرد قانونی مانع تکرار تظاهرات کارگران آمریکا در چنین ابعادی شدند. با این وجود در سال 1888 کارگران تصمیم گرفتند که مراسم اول ماه مه را دوباره جشن بگیرند و تاریخ مراسم بعدی را اول ماه مه سال 1890 اعلام کردند. همزمان جنبش کارگری در اروپا رشد و تحرک زیادی پیدا کرد. قدرتمندترین بیان و تجلی این جنبش در کنگره بین الملل کارگران در سال 1889 بود. این کنگره با شرکت 400 نماینده تصمیم گرفت که 8 ساعت کار باید در صدر خواستهای کارگران قرار گیرد. پس از آن نماینده اتحادیه‌های فرانسه لاوین از منطقه بوردو با ارائه قطعنامه‌ای از کنگره خواست که توقف کار در روز اول ماه مه به این منظور در دستور کار همه کارگران جهان قرار گیرد. سپس نماینده کارگران آمریکا با تایید پیشنهاد رفیق کارگر خود از کنگره درخواست کرد که کارگران در اول ماه مه سال بعد یعنی 1890 دست به اعتصاب عمومی بزنند. بدین ترتیب کنگره انترناسیونال روی تاریخ جشن عمومی کارگران تصمیم گرفت. مانند 30 سال قبل در استرالیا کارگران این بار هم تظاهراتی برای همان یک بار را مد نظر داشتند. کنگره انترناسیونال تصمیم گرفت که کارگران همه کشورها با هم برای خواست 8 ساعت کار در روز در اول ماه مه سال 1890 تظاهرات کنند. هیچ کس از تکرار تعطیلی برای سالهای دیگر سخنی نگفت. طبیعتاً کسی نمیتوانست پیش بینی کند که این ایده به این راحتی میتوانست موفقیت آمیز باشد و به سرعت توسط کل طبقه کارگر پراتیک شود. با این حال فقط کافی بود که کارگران روز اول ماه مه را برای یک بار جشن بگیرند تا همه متوجه شوند و احساس کنند که جشن روز اول ماه مه باید هر ساله و به طور همیشگی برگزار شود. اول ماه مه به خواست 8 ساعت کار در روز فراخوان میداد. اما حتی بعد از اینکه کارگران به این خواست رسیدند، اول ماه مه پایان نیافت. مادام که مبارزه کارگران علیه بورژوازی و طبقه حاکمه ادامه دارد، مادام که کارگران بر همه خواستهایشان نرسیدند، اول ماه مه روز بیان این خواستها خواهد بود و هنگامی که روزهای بهتری سر رسد، هنگامی که طبقه کارگر همه جهان رهایی خود را به دست آورد، آن زمان نیز بی تردید بشریت روز اول ماه مه را به افتخار مبارزات تلخ و مشقات زیادی که در گذشته متحمل شده جشن خواهد گرفت.